واقعا الکی نیستش که بهش میگن خوششانس ترین زن جهان. جورجینیا که بعد از 10 سال حلقه نامزدیشو از رونالدو گرفت. آخرین بار که یه حلقه کل سوشال مدیا رو ترکون مال سلنا گومز بود که 7 قیراط بود. بعد مال این 22 تا 37 قیراط تخمین زده شده. میخوام این میکاپش هم انجام بدم. قیمت انگشترش چیزی بین 200 میلیارد تا 460 میلیارد تخمین زده شده. فکر کن 460 میلیارد. قبل از اینکه با رونالدو وارد رابطه بشه فقط توی بوتیک کار میکرد. رونالدو اتفاقی میره اونجا اینو میبینه عاشقش میشه. این میکاپش من دقت کردم یه چیز داره این که برانزرش رو تا اینجاها میاره. خط چش کوتاه اینجا داره. دقیقاً این گوشه رو همین جوری یه دونه دال در آورده. بعد اینو میاره تو. کانسیلر اینجا رو با شاین خفه میکنیم. پلک پایینش هم که از همین رنگ اولی اینجا زده. از همون شاین زیر ابروهاش هم داره. لیپ کامبوش هم که قطعا مثل بقیه خانم‌های اسپانیاییه. نمیدونم تو درست کردن رنگ روش چقدر موفق بودم. نظرتون چیه؟ حالا بریم تو کامنت بگین شبیه شد یا نه. بوس بهتون تا ویدیو بعدی.